استاد امی شما بعضا در این مبایل گفتن مثلا ثانی میگین مثلا امی ثانی در ما با لهجه ما یومونی و نوراکی و همین چی میشه استاد مثلا خیلی گپ ما در نیست در ثانی چی؟ ثانی؟ ها این مبایل گفتن مثلا ثانی میگین یومونی یا نوراکی ما در خیلی گپ نیست مثلا استاد اول میگوییم که اول این کلمه عربی هست. اول تو درو ثانی تو درو میگوییم. یا اول تو سوالته ثانی ابن سعدی سوالتیه. ثانی گفته گپ اینم اول کلمه عربی است، ثانی هم کلمه عربی است، فقط اسلوب تلفظش الثانی میشه. ثانی دوم گفته گپ. سپس ثانی بله این لیکن من بعضی دامله‌های جنوبم استفاده میبرن ثانی گفت کی گفته ثانی یعنی سپس دوم اول این خیل گفت مثلا اول الله تعالی گفت که مرا عبادت کنید به من شریک نبیارید ثانی گفت که پدر و مادر رو نیکی کنید یعنی دوم بعد اینکه الله تعالی عبادت کنید و شریک نبیارید دوم کار چیکار کنید پدر و مادر رو نیکی کنید گفت همین ثانی اصلش کلمه ثانی یعنی عربی هست دوم گفته گپ بعدی کلمه اول میبیاد اول این خیل گفت ثانی این خیل گفت میشه بله و مردم نورا یومونی خیلی گپ نیست استاد برای همین گفتم حضور اما استاد حق ما دعا کنید حضور اما سلامت باشه